سرخط خبرها. پرونده عبدالله غربتی را به دادگاه فرستادند. افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و تأسیس شبکه محلی برای کاهش خشونت جنسی در خوجند. روز بخیر بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 18 اوگوست است. مقامات در تاجیکستان می گویند تحقیق پرونده عبدالله غربتی روزنامه‌نگار تاجیک را انجام داده برای محاکمه به دادگاه ناحیه شاه منصور فرستادند. غربتی به تحقیر و زورآوری به نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شده است. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. آنها به رادیو آزادی گفتند مقامات اجازه دیدار با عبدالله را نمی‌دهند. روز 17 اوگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور تصدیق کردند که پرونده عبدالله غربتی به دست آنها رسیده است. مسئولین دادگاه گفتند پرونده را همین روز گرفتیم و هنوز روز اولی مرافعه معلوم نیست. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات پرونده عبدالله غربتی را با 3 بند کودکس جنایی جمع‌بست کرده به دادگاه فرستادند. از جمله تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع. 2 اتهام اول جریمه، ولی اتهام‌های عضویت در سازمان‌های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. منابع معتمد می‌گویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها همه اتهام‌ها را رد کرده است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم می‌کردند که به یک کارمند پلیس در داخل بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور 1 حمله کرده است. چند هفته بعد مقامات عبدالله غربتی را به عضویت در حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گمان بردانستند. خود غربتی و نزدیکانش این اتهام‌ها را رد کردند. دوام 2 ماه بازداشت، نزدیکان عبدالله غربتی بارها شکایت کردند که مقامات برای واخوری اجازت نمی‌دهند. مسئولین دادستانی ناحیه شاه منصور یگان مراتب حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. بنا به گزارش‌ها، شرافت محمدانبر و راهبر پیشین کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان به کمیته امنیتی ملی برای بازپرسی دعوت شده است. در این باره 3 منبع روز 17 اوگوست از خاروق، مرکزی ولایت مختاری کوهستان بدخشان و خارج کشور به رادیو آزادی خبر دادند. مقامات امنیتی در رابطه با دعوت او اظهار نظر نکردند. یک کارمند سازمان آقاخان در خارج تاجیکستان به رادیو آزادی گفت خانم محمدانبر و روزهای 13 و 14 اوگوست به کمیته امنیتی ملی دعوت شده است، ولی از جزئیات آن خبر نداد. به قبل مصاحبه رادیو آزادی، شرافت محمدانبر و پس از بازپرسی رها شده است. خانم محمدانبر و دسترس نیست و معلوم نیست که مقامات از او درباره چی پرسیدند. به قبل مصاحبان رادیو آزادی، شرافت محمدانبر و 2 بار و 3 سالی راهبر کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان و رئیس پیشین برنامه انسانشناسی بنیاد آقاخان در دانشگاه آسیای مرکزی بوده است. ساکنان بدخشان میگویند بعد ناآرامی‌های ماه مای در روشن به پرسش دعوت شدن فعالان مدنی ولایت ادامه دارد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، انتقال مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی افزایش یافته است. ولادیمیر ترابرین، مدیر دپارتمنت چالش‌ها و تهدیدهای نوی وزارت کارهای خارجه روسیه خبر داده است که در 3 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 14 مراتب بیشتر مواد مخدر قاچاقی از افغانستان مصادره شده است. این در حالی است که به گفته این مقامدار، طالبان ماه اپریل سال روان پرورش کوکنار، اینچنین استحصال و قاچاقی همه نوع‌های مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده بودند. دیپلمات روسیه تاکید کرده است که افزایش بیشتر قاچاق مواد مخدر در مسیر شمالی ثبت می شود. در تاجیکستان شبکه سازمان‌های محلی تأسیس یافته است که هدف آن تقویت ملکه اقتصادی زنان و کم کردن خشونت جنسی گفته می شود. گلبهار محکمه و یکی از بنیادگذاران اساسی این شبکه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای فراگیری وسیع زنان خانشین به خصوص در روستا 11 تشکیلات جمعیتی دست به کار خواهند شد. زنان خانشین در تاجیکستان قشری از نگاه مالی آسیب پذیر دانسته می شود که با کاری بمزد خانه و تربیت فرزند مشغولند.
جزئیات موضوع را از همکارمان فرزان محمدی میشنویم. پروینه عطاباللهیوه صاحب 7 فرزند است و در دهه پیسکان دره یخناب زندگی میکند. و به سبب نبودن شرایط بجز تحصیل ابتدایی دیگر کسب علم نکرده است و حیاتش را به نگاه و بین فرزند و کار خانه بخشیده است. آخه اوغل میبروی گوه میجوشی اوغل میروبی میفروی خونه میروبی سر علف میری گودکو اسیر میکنی خودش عبید بشد میمون میبیاد و یا را عبید میکنی میتی چوی میکنی او خون میکنی خونش میروبی آخه فقط کار سیاه دارد یعنوب از اوب دیا بزنک اوبا. پروینه از آن افسوس میخورد که زحمت سنگین برایش مزد نمیآورد و همیشه دستنگر شوهر و فرزندانش است. حالا مجبور است که در لحظه های فارغ از کارهای خانگی قروت و چکه آماده کند و از این حساب مبلغ ناچیز به دست آورد. به فرق از پروینه روستانشین، مولوده محکم و در شهر کنیبادام در شرایط خانه برایش کار آفریده است. و 70 ساله است و 20 سال آخر باز با عربچه معیوبی حرکت میکند. مولوده در گذشته همچون آموزگار فنی انگلیسی در مکتب درس میگفت، ولی بعد سست شدن بوغمهایش 11 بار استخوان پایش شکست و مجبور شد کارش را به خانه کوچاند. این از طرفی معارف جمهوری پیشنهاد کرده شده است. مرکزی تست ملی از این حوزه تیار کرده. این کتاب ها درس میداده که نه کتاب 6 نه 7 نه 10 نه 9 8 همه از صنفی 4 تا حاضره. همه کتاب که درس میبرم همشون هر گروه هم هر کمی پیشتر آمدگی باشن از دیگر کتاب کمی پیشتر آمدگی باشن از دیگر کتاب. در آخر هر یک کتاب البته امتحان میگیرن. بهای من شاگردان این معلمه معلول هر روز گروه به خانه اش می آیند و زبان می آموزند. مولوده از این حساب مبلغ خوب به دست می آورد و از آن می بولد که دست پرورانش در دانشگاه های نامدار خارج کشور تحصیل می کنند. تاجران نفت در قرقیزستان گفتند مجبورند که نرخ سوزشواری دیزل را در آن کشور بالا برند. آنها در جلسه‌ای که خدمات ضد انحصاری قرقیزستان 17 آگوست تشکیل کرده بود گفتند کارخانه‌های کارکرد نفت روسیه صادرات سوزشواری دیزل را کاهش داده همچنین نرخ آن را گرانتر کردند. با گفته تاجران قرقیز کارخانه‌های روسیه در یک ماه اخیر نرخ یک لوح فروشی یک تن سوزشواری را تا به $300 آمریکایی گرانتر کردند. نرخ سوزشواری و روغن مالیدنی دوام 1.5 سال اخیر در قرقیزستان تقریبا 2 برابر بالا رفته است. اگر در ماه ینور سال 2021 نرخ بنزین نوی ای92 35 سام بود، حالا آن به حساب میانه 62 سام شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخازاده همراه می‌بینیم. 18 آگوست سال 2017 نتیجه های تحقیقات نشر شد که بر پایه آن در 4 سال اخیر صفت غذای خانواده ها پایین آمده تا 75% بودجه خانواده های کمبزاعت برای خریداری غذا صرف می شود. پژوهش سازمان ملل متحد و حکومت بریتانیا از بد شدن وضع امنیت خوراکواری در تاجیکستان و گرانشوی آن همچون عامل نگران کننده یاد کرده است. 18 آگوست به مناسبت زادروز دانشمند و پایه‌گذار علم طب ابوعلی ابن سینا روز کارمندان طب جشن گرفته می شود. ساحه طب یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های حیات کشور باقی می‌ماند و با اینکه کارمندان طب در صف پیش مبارزه با بیماری‌های همه‌گیرند، درآمد آنها و حمایت اجتماعیشان از جانب دولت قانع کننده نیست. شهروندان از فساد و خطاهای پزشکی در این رشته هم شکایت می‌کنند. 18 آگوست سال 2011 محققان اکادمی کشاورزی تاجیکستان از ایجاد نوعی نوی پخته خبر دادند که اسمش را اوستا گذاشتند. نوعی نوی مهینخی پخته با این ویژگیش فرق میکند که گلهای آن نمیشکافد، از باد و هوای گرم و حشرات ضرر رسان ایمن بوده
حاصل زیاد می‌دهد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 164 سومانی و 20 درم و 100 دلار آمریکایی باشد با 1025 سومانی و 85 درم برابر است. در بانک‌های تجارتی قرب اسعار می‌تواند فرق کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اخبار از این بیشتر رو در سامانه و شبکه‌های اجتماعی صحیفه رادیو آزادی پیدا کنید. تشکر که ما را همراهی کردید. خیر.